الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. مسئله رضاعت، شیر دادن یا شیر خوردن طفل از زنی، یک مسئله خیلی مهم است. در بسیاری از مجتمعات مسلمانان بیشتر بالای از این توجه زیادی نمیدهند. گاهی طفل از زنی شیر میخوره، استفاده میکنه از شیری از او. امی مسئله همون تو در مجتمع فراموش میشه، هیچ کس اهتمام نمیدیه و بعد از سالها میبینی بین این دو فامیل که باید دیگر اصلا حرام هستن، خواهر و برادر هستن، نکاح صورت میگیره. یک مصیبتی بزرگی در میان واقع میشه. پس مسئله رضاعت یک مسئله خیلی مهم و بسیار جدی است. وقتی که رضاعت صورت میگیره، طفلی از زنی اگر شیر میخوره، او را باید آشکارا واضح برای مردم رسانده شود و فهمانده شود که فلانه طفل از فلانه زن شیر خورده، تا اینکه در میان انساب خلط نیاید، مردم مرتکب حرام نشوند. و ای بین دو خانواده لازم است که در میان خودشان، حتی در داخل قریه و ده و شهری که زندگی میکنن، با اونا و گوشی از اونا هم باید برسانن. حرمت رضاعت از آیات قرآن هم ثابت است و از زبان رسول الله صلی الله علیه وسلم همچنان. الله تعالی دی آیاتی که خواندم محرمات ذکر میکنه، کسایی که بالای انسان حرام هستن، نکاح با اونا کردن نمیتونه. از جمله فرمودن: و امهاتکم اللاتی ارضعنکم، زنهایی که شما را شیر دادن، اینها مادرای شما هستند، اینا برای شما حرام است. و اخواتکم من الرضاعه، و همچنان خواهرایی که از طرف رضاعت به شما نسبی از اونها ثابت شده، خواهر رضاعیتان است. از زنی که شیر میخوری، اولادای اصلی و زنی که از طریق ولادت او زن اونا را به دنیا آورده، اونها دخترش بریزی خواهر میشه و اما پسرش برادرش میشه، برادری رضاعیش. مانند حرمتی از این مانند خواهر خودش است. اگرچند در مسئله میراث فرق میکنن، مسئله حرمت یک چیز است. مانندی که خواهرش برش حرام است، همچنان خواهر رضاعی هم برش حرام است. و اگر دختر بوده باشه، بچه شخص برش حرام است، برادری رضاعیش است. قسمی که برادری شقیق خدا یا برادری پدری و مادری خدا شوهر کرده نمیتونه، همچنان برادری رضاعی خدا شوهر کرده نمیتونه، برش حرام است. و در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن: الرضاعة تحرم ما تحرم الولاده. رضاعت حرام میگردانه آنچه را که ولادت حرام قرار میتین. مثلا دو شخص از یک زن آمدن، یکی دختر و یکی پسر.
اینا از طریق ولادت آمده، ولی بین از اینا حرمت ثابت است، چرا هر دوشان اولادی یک زن هستند و اگرچه پدراشان مختلف بوده باشه، یا دو شخص دو خواهر و برادر از یک مرد می آیند اگرچه مادراشان مختلف است، اینا بین یکدیگر نکاحشان حرام است، طریق ولادت آمده. همچنان قسمی که ولادت نکاح را حرام قرار میتیه و رضاعت هم حرام قرار میتیه. وقتی که رضاعت ثابت شد در میان، دیگه درست نیست که دو تا پسر یا دختر با هم ازدواج کنند. مسئله رضاعت که یعنی طفل از زن شیر میخوره در چند مرتبه ثابت میشه، یعنی چند مرتبه شیر بخوره که بعد از او رضاعت ثابت شوه. علما در این مسئله اختلاف دارن. عده از علما میگه یک مرتبه اگر شیر خورد، در یک مرتبه حرمت ثابت میشه، قول امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه و مالک و غیره، اینها به امیر رأی هستند. عده دیگری از علما میگن 3 مرتبه، از 3 مرتبه به بالا اگر شیر خورد باز رضاعت ثابت میشه. و جمع دیگری از اهل علم میفرمایند که رضاعت بعد از 5 مرتبه ثابت میشه، 5 مرتبه از او به بالا اگر شیر خورد، اقلش 5 مرتبه باز رضاعت ثابت میشه. هر یک از اینها به خود دلایلی دارن. البته انسان از باب احتیاط، طفلی اگر یک مرتبه از زن شیر میخوره، چون اینجا یک شبهه وارد میشه، عده از اهل علم به این قول کردن و دلیلی هم دارن، شبهه وارد میشه. پس این طفل اگر حالت خوردی است، کوشش کنن که مرحله رضاعت زیرا تکمیل کنن با 5 مرتبه اقلا 5 مرتبه ایره شیر بتین تا اینکه قطعی شوه خلاص. یعنی در 5 مرتبه هیچ کس اختلاف نداره، مرتبه بالاش است. در این تو صورت باز هیچ یعنی اختلافی نمیاید، همگی اتفاق دارن که خلاصی صورتی است که دیگه دی قطعی حرمت ثابت است. اما اگر این چیز صورت نگرفته باشه، ما تو یک مرتبه زنک شیر داده باشه و باز طفل کلان شده، کسی مسئله را هم شور نداده که باید رضاعت تکمیل کنی، پوره کنی، اگر امو تو قضیه رخ میتیه مجتمع میاد، در اون صورت بهتر است که امین نکاح صورت نگیره. یک شبهه در میان میآید، یک شبهه عده از اهل علم قول کرده و دلیل هم دارن، یک شبهه در میان وارد میشه. پس به خاطر از او بهتر است که می شبهه را از خود دور کنه و می شبهه نزدیک نشوه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه و عرضه. شبهات وقتی که در میان آمد، انسان بهتر است که از شبهات خود، از اموری که مشتبه هست نمیدانه درست، از او خودداری کنه و یعنی حکم عین رضاعت هم نمیگیره که بگویم یعنی خواهر رضاعیش است مانند خواهر ولادتی که از پدر و مادرش آمده، مانند از او یعنی از او ستر نکنه و یا چیزای دیگری. نه، ستر چیزا باید بکنه، لکن احوط امیست که نکاح صورت نگیره. بارک الله فیکم.